سلام خدمت همه دوستان فولادی عزیز. دوستان خواهش میکنم که کانال را ساب بفرمایید که بتونیم افراد بیشتری رو گرد هم بیاریم و خانواده فولادی بزرگتری رو داشته باشیم و بتونیم اطلاع رسانی بهتری به شما عزیزان داشته باشیم. پارت سوم ساخت جک خودکششی تخلیه مواد فله‌ای دوستان داریم که از روی تریلر و کامیون انجام میشه. تقریبا دستگاه داره مراحل پایانی خودشو میبینه و تقریبا شماتیک اصلی کار به دست اومده. بچه ها قطعات رو به همدیگه متصل کردن، زحمت زیادی کشیدن بچه ها. این دستگاه ما ازش پلتفرمی نداشتیم که طبق اون و طبق نقشه بخوایم دستگاه رو بسازیم. بچه ها فقط یک سفری به یکی از اسکله های جنوبی کشور داشتن و از نمونه خارجی که فقط با نگاه کردن، حتی اجازه عکس گرفتن هم نداشتن، فقط با نگاه کردن تصمیم گرفتن که نمونه داخلی و شاید از اون بهتر رو به نظر من بسازن که کارشون به ثمر نشسته. شما در این قسمت میبینید که بچه ها تستای اولیه رو هم انجام میدن. این دستگاه یک موتور ولوی 6 سیلندر 125 کاوا به عنوان قلب تپنده برای حرکت داره. گیربکس آیفای 10 تن داره که داره موتور 60 اسبه. جک های اصلی از موتورهای 60 اسب بخار استفاده میکنن. جک رمپ جلو، جک رمپ عقب، محور جلو، میل فرمان و جک چرخگیرها و نوار نقاله 10 اسب بخار هست و موتور پمپ دپوساز 1.5 اسب هست و موتور نوار نقاله هم 30 اسب بخار هست و بله چرخهای دستگاه رو میبینید و تقریبا بچه ها دستگاه رو رنگش هم به رنگ کاترپیلار زرد انتخاب کردن و یک نوار آبی رنگ که به نظر من رنگ قشنگی است. بله این تست اولیه دستگاه رو میبینید که یک دستگاه تریلر میاد و بچه ها روی رمپ جلو میارن و ماشین رو به سمت بالا حرکت میدن و این اولین تست بود که روی این دستگاه انجام شد. پس از 1.5 سال تلاش بچه ها بالاخره تونستن تست اولیه رو انجام بدن و به نتیجه رسیدن. به نظر من دستگاه خوب و کارآمد ساخته شده. بله لبخند رضایت هم روی لب این همکار عزیزمون میبینید که پس از تست اولیه لبخند بر لب داره و کاسه دریافت مواد رو میبینید که زیرش نوار نقاله میخوره و مواد رو میتونه انتقال بده به دپوی مواد. ضمن اینکه در طول خط دریافت مواد اولیه هم این دستگاه میتونه حرکت کنه و میتونه ستونی از مواد اولیه رو تشکیل بده در هر کارخونه‌ای که ازش بخوان استفاده کنن. رمپ جلو که از ورقای آجدار برای ایجاد استکاک استفاده میکنه دوستان عزیز. و تشکر میکنم از همه دوستانی که ما رو همراهی میکنن. ممنون.